ساکنان تاجیکستان همگی 20% پولهای خود را در بانک و تشکیلات‌های مالیوی نگاه می‌داشتند. این یکی از نتیجه‌های پژوهشی اقتصاددان‌های بانک جهانی است که وضع اقتصادی تاجیکستان را تشخیص کردند. با اعتراف پژوهشگران، تاجیکستان یکی از کمترین کشورهای جهان است که بیشتر پولها بیرون از خزینه و دیوارهای بانک‌ها نگاه داشته می‌شوند. همکارم عبدالله شورف با نتیجه‌های این پژوهش آشنا شد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله، بگو که 20% پولها که در بانک ها باشند باقی مانده‌اش در کجا است؟ سلام، باقی مانده 80% پولها را مردم در تاجیکستان با خود نگاه می‌دارند. شهلا معمولا این کنج صندوق درون جلد بالشت و یا رف جیوان ها است. با گفته بانک جهانی این حالت از آن شهادت می‌دهد که جامعه با خود نگاه داشتن پول را از امانت گذاشتن در بانک ها اولاتر می‌داند. اقتصاددان‌های بانک جهانی به این خلاصه رسیدند که مردم در تاجیکستان از خدمترسانی بانک‌ها چندان قانع نیستند و از امان ماندن پس‌اندازهایشان خوف دارند. همزمان ما نیز با سوالی پس‌اندازتان را در کجا نگاه می‌دارید به ساکنان شهر دوشنبه مراجعت کردیم و چنین پاسخ‌ها گرفتیم. پس‌انداز نداریم، پول نداریم، باید در کجا مونیم؟ در بانک میموندم برای آنکه من به بانک باوری دارم. در کدام بانک میموندید شما؟ امانت بانک. خود در خونه دیگری که برای که در بانک بود حتی حاضر گرفته نتوانستیم. این معاش که ما میگیریم برای پس‌اندازی هم نیست. اگر چه امروز میبینیم که این بعضی بانک ها که بعضی میبینیم تجربه میکنیم که در نزد بانک ها زیاد چه نوبت ایستادگیان شکایت میکنن، عریضه مینویسن که پس‌اندازشون گرفتن نمیتونن. میترسیم که اگر پول دار شدیم، اگر پول پیدا بکنیم میترسیم که در یکم بانک بگذاریم. خب مردم پولهای خود را در بانک نمیگذارند، اما این چی بدی دارد عبدو؟ چه فرق دارد پول در کنج صندوق خوبد یا خزینه بانک؟ ببین شهلا، پول مثل خون است که چرخ اقتصاد را به گردش می آورد. بنابراین پول باید همیشه در گردش باشد، نه اینکه کنج صندوق بخوابد. اما مردم به بانک ها که باور ندارند صندوق را اولاتر می دانند، ولی این در مجموع برای رشد اقتصاد کشور خوب نیست، چون پول گردش نخورد سرعت رشد اقتصاد کند می شود. بنابراین اقتصاددان ها به حکومت تاجیکستان مشورت می دهند که تلاش کند دوباره باوری مردم را به بانک ها به دست آورد تا که مردم امانت های خود را در بانک ها گذارند و این پول گردش خورد. عین حال طوری گفتیم 80% پول‌های در تاجیکستان بوده را مردم با خود نگاه می‌دارند و تنها 20% را در بانک ها گذاشتند. خب با توجه به آنکه اقتصاددان ها میگویند در 2 سال اخیر بانک های تاجیکستان 2 دفعه امانتداران را فریب دادند، به دست آوردن اعتمادیان کاری آسان نخواهد بود. تشکر عبدالله برای صحبت.